د لوی او مهربان الله په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. دا ځل مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست له مشر ښاغلي انجینر محمد حسیب نسیمي صاحب سره مرکه کړې ده. له ده څخه به په هیواد کې د تاریخي ابداتو د وضعیت او د بیا رغونې په اړه وپوښتو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. قدرمن رئیس صاحب ډېره مننه چې موږ ته هم د مرکې لپاره وخت راکړ. په لومړي سر کې که په هیواد کې د شته تاریخي ابداتو په هکله عمومي معلومات راکړئ. تشکر، شما را خوش آمدید میگیم. افغانستان یکی از غنی‌ترین بناهای تاریخی را در خود جای داده است که افغانستان حدود در تمام سراسر افغانستان حدود 4 الی 5 هزار آبادی تاریخی است که از جمله ما 2000 را فهرست کردیم و 810 آبادی تاریخی را ما نصب لوحه کردیم. دیگه آبادات تاریخی روز به روز به چی ضرورت دارند؟ به ترمیمات حفاظتی، ترمیمات اساسی ضرورت دارند که خوشبختانه ما بعض آبادات تاریخی که در معرض خطر بود ما قلمداد کردیم و اونها را هم داکومنتیشن و پروژه سازی کردیم که بخیر در آینده های نزدیک کار بالای از اونها شروع کنیم و اونها را از تخریباتشون جلوگیری کنیم. مننه رئیس صاحب، ستاسو د مهم مسئولیتونو په اړه که راته ووایاست او همدارنګه راته ووایاست څه وخت یوې ودانۍ ته تاریخي ابده ویلی شو؟ ما که یک آبادی تاریخی که یک ساختمان ما چه قسم میتونیم که ثبت آبادات تاریخی بکنیم و او را به نام یک آبادی تاریخی ثبت کنیم، میبینیم که یک ساختمان دارای مونیتوری، نقاشی و بالای از او یک دوره تاریخی گذشته باشه که حدودا 80 الی 100 سال قدامت تاریخی داشته باشه. باز ما نظر به سبک معماری از او و کدام معیارهایی را که تکمیل نموده بود او را ما ثبت دیتابیس ریاست آبادات تاریخی میکنیم و یکی از آبادات تاریخی کشور محسوب میشه. او مهم مسئولیتونه مو رئیس صاحب؟ مسئولیت های ریاست آبادات تاریخی نظر به لایحه وظایفش در سراسر افغانستان تمام آبادات تاریخی را در پوشش داره که در قسمت ترمیمات و حفظ و نگهداری از او اقدامات لازم روی دست گرفته و ریاست آبادات تاریخی 3 آمریت داره که در 3 آمریتش یکیش نظر به لایحه وظایف سروی و مهندسی است و دیگر ثبت و سجل از آبادات تاریخی است و آمریت سیومی که است آمریت ترمیم آبادات تاریخی است که تمام آبادات تاریخی را ما میتونیم که اول سروی، بعد از او کدام آبادایی که نو ثبت میشه را ثبت بکنیم و بعد از او در قسمت ترمیمات از او اقدام بکنیم که آمریت سروی ما امرای ثبت سجل و آمریت ترمیم ما میرن پروژه را نزدیک داکومنتیشن میکنن، بررسی میکنن و همون فرم تکنیکی پروژه را تکمیل میکنن. وقتی فرمیایش تکمیل شد دوباره او را ما به نهادهای مرجعش میسپاریم به خاطر بودجه و بعض شرکت ها و بعض مؤسساتی که در بخش فرهنگی کار میکنه همراه از همچنان هماهنگی میکنیم در قسمت بازسازی و حفظ و نگهداری آبادات تاریخی که چون در قسمت کمک های مالی همراه ما همکاری بکنند. دیگه مطابق به لایحه وظایف ریاست آبادات تاریخی کارهای خود پیش میبرد. رئیس صاحب، افغانستان د تاریخي ابدو له پلوه یو بډای هیواد ګڼل کیږي، غني هیواد ګڼل کیږي. مشخص ستاسو سره څومره تاریخي ابدات ثبت دي او څومره تاریخي ابدات اټکل دی چې په افغانستان کې موجود وي؟ افغانستان بیشتر از 5000 آبادی تاریخی دارد که در سراسر افغانستان. برای فعلا ما 2013 آبادی تاریخی را ما ثبت دیتابیس ریاست آبادات تاریخی کردیم که از جمله 810 آبادی تاریخی که اونها تثبیت شدن به عنوان یک آبادی تاریخی. در عموما 2013 آبادی تاریخی که هست او ما ثبت دیتابیس ساخته ایم و از اینکه به حساب شرایط مناسب نبود که تمام آبادات تاریخی سروی شود، دیگه پلان‌ها در آینده داریم که تمام آبادات تاریخی 34 ولایت کشور سروی شود و ثبت شود، ثبت دیتابیس ریاست آبادات تاریخی شود. بعداً برای ما لوحه داریم که در هر آبادی تاریخی ما لوحه نصب میکنیم. دیگه هر کسی کجا میره شماره خود ثبت دیتابیس ما که هست ساختمان در لوحه ذکر میباشه و او بیانگر یک ساختمان تاریخی کشور محسوب میشود. مننه رئیس صاحب، د اسلامي امارت له راتګ څخه وروسته د تاریخي ابدو د ساتنې او حفاظت په اړه څومره کار شوی دی او څومره د بیا رغونې پلانونه موجود دي؟ خب در قدم اول ما گفته میتونیم که بعد از آمدن امارت اسلامی پروژه‌ای که
کارایشان قبلا شروع شده بود. از بعضی پروژه ها کارا بالاشان پس شروع شد و خوشبختانه چند پروژه ما کارش تکمیل شد که چند وقت پیشتر شاید شما هم در جریان بوده باشین به نام استوپه شیوکی کارایشان تکمیل نشده بود، تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد. در ضمن بالیسار کابل کارایش جریان داره که توسط بنیاد آقاخان کارش پیش میره تحت نظارت ریاست آبادات تاریخی و یک ساحه باستانی دیگه هم داریم که هم آبادات تاریخی و باستانی است که به نام تپه نارنج در پنجه شهر شهدای صالحین اونها هم 95% کارایشان پیش رفته. در این نزدیکا انشالله کنه هم کارشون تکمیل میشه و در ضمن بعض ساحات تاریخی دیگه ما که در ولایت ها هست از توسط مردم فرهنگ دوستان بعض ساحات که تخریب شده بود یا مثال حالت مرز تخریب بودن به همکاری از اونها هم ترمیمات صورت گرفته. دیگه انشالله تعالی که در آینده هم پلانایی داریم که در قسمت بازسازی آبادات تاریخی چی کنیم، پلان ها رو روی دست داریم که انجام بدیم و در ضمن یک مسجد دیگه از به نام سرخ اسکر در شجرک اون هم کارش تقریبا تکمیل است و هم در آمدن امارت اسلامی کارهای شروع شده بود و در نزدیکا به بهره برداری سپرده میشه. مننه رئیس. د روان کال په جریان کې داس خبرونه هم موږ درلودل چې فیروزکو مؤسسه غواړي بامیانو کې د بامیانو تاریخي آرامسرای ورغوي. هغه موضوع کوم ځای ته ورسېده او چارې اوس څنګه دي پیل شوي تر اوسه که نه دي پیل شوي؟ خب از کاروانسرای ششپل توسط مؤسسه فیروزکو کارایش داکومنتیشن و چیزایش تکمیل شده و فکر کنم پروپوزالشون پاس شده، بودجهشون تقریبا آماده به کار است که کارش رو بکنن، بودجهشون پاس است. یک مشکلی که در کاروانسرای ششپل ما داشتیم که ملکیت شخص است و مؤسسات نمیخواد که در ملکیت شخص و ترمیمات بکنن. در قدم اول ما باید رو استملاک بکنیم که پروسه استملاکش از سال 1398 شروع است تا حال هم تقریبا کارش تکمیل است. صرف مرحله پیمنت پولشان مانده که اون پول برشان پرداخت شد و ملکیت از شخص به ملکیت دولت بیاید. انشالله که اون هم کارشان آغاز میشه و ترمیمات شروع میشه در ساختمان. مننه رئیس. په د ځینو تاریخي ابیدو په ځانګړي ډول د غور د منار جام او د هرات تاریخي منارونو په اړه اندېښنې ډېرې زیاتې وي چې ګواکې د هرات 15 منار او منار جام په غور کې دا د نړېدو له خطر سره مخ دي. د هغه ساتنې په موخه څومره کار شوی ده او تاسو څومره ډاډ ورکوئ چې هغه به ژغورل کیږي؟ منار پنجم هرات کار بالایش جریان داره، حدود 70-75% کار انجام شده. ساحه منار بعض قسمتایش فرسوده شده بود و در حالت تخریب بود که خوشبختانه جلو وضو گرفته شده. اما اهتزازاتی که به حساب به وجود می آمد در زمان زلزله و اثر شمال او را ما تحکیم کردیم، تا حد تحکیم شده و برایش پلان‌های آینده هم داریم. و در قسمت منار جام زمان در سال 2002 که زمانی که ثبت میراث‌های یونسکو میشد و منار با یک آبده در معرض خطر ثبت میراث‌های فرهنگی یونسکو شده. این منار از قبل دولت خطر بوده، برای فعلا نیست که روی از ما خوشبختانه تونستیم که دیوارهای حفاظتی به خاطر جلوگیری از نفوذ آب در چهار اطراف منار جام بگیریم و در ضمن بعض رسوباتی که به اثر ریزش سیلاب ها که به قف دریا آمده بود که خودش مجرای دریا را بند میکرد و زمانی که آب میامد آب به داخل منار یا به اطراف منار نفوذ میکرد که خوشبختانه جلوگیری شده و همچنان هم رسوباتی که در دریا بود و هم پاکاری شده. و برای فعلا یک بخش دیگه که طرف به استقامت دریای هریرود یک بخش از تحکیمات و دیوارهای حفاظتیش باقی مانده بود که عملا انجینرهای ما در ساحه بالای کار میکنند توسط نهادهای موسسات بین المللی. کار بالای از اون جریان داره، انشالله قابل تشویش نیست. خود در آینده ها ما میخوایم که منار جام با مؤسسات استانداردش مطالعه کنیم و داکومنتیشن کنیم که جلوه مخاطراتی که از قبل و حالا که داره و هم گرفته شود. رئیس د یونسکو په سازمان کې د افغانستان تاریخي ابیات او د ثبت په تړاو باندې تاسو مشخص څه فعالیتونه کړي دي او کله چې یو تاریخي ابیات له یونسکو سازمان سره ثبت شي ګټې څه دي؟
خب سازمان میراث‌های جهانی است یونسکو که وقتی که یک آبادی تاریخی را ما می‌خواهیم که ثبت میراث‌های جهانی بکنیم اونو مشهور میشه در سطح جهان، چون میراث‌های جهانی گفته میتونیم که یکی از میراث‌های جهانی ما شما منار جام است و دیگر 8 ساحه دیگر در بامیان که در سال 2003 8 ساحه بامیان ما ثبت میراث‌های یونسکو کردیم و در 2002 منار جام ثبت میراث‌های یونسکو ساختیم. خب یک به سطح بین الملل شناخته میشه و در ضمن بعضی اگر اقدامات قسمت همکاری در به حساب بودجه اگر از طرف نهادهای جهانی صورت بگیرد به دست باز ما میتونیم که کمک‌های از اونها رو ما بتونیم به دست بیاریم و در ضمن معیاراتی که به حساب یک آبادی تاریخی پیدا میکنند و ثبت میراث‌های یونسکو میشه و 6 معیار است که باید یک آبادی تاریخی و 6 معیار را تکمیل بکنه بعد از او ثبت میراث‌های یونسکو شود که ما خوشبختانه 4 بخش دیگر همچنان ما به یونسکو پیشنهاد کردیم که از او جمله که باغ بابر است که باغ بابر اسنادایش حدود 340 ورق ما تکمیل کردیم اما معیاراتی که به ثبت یونسکو شود او را هم تکمیل ساخته او را ما چی کردیم روان کردیم به دفتر یونسکو در پاریس که اونو هم زیر ارزیابی است و در ضمن بعض آبادات تاریخی دیگه مثال تخت رستم همچنان هم معیارات تکمیل ساخته، مثال مسجد نوگنبد بلخ و شهر هرات که این آبادات تاریخی است که ما قلمداد کردیم به یونسکو که اینها هم بالایش کار روان است و اسنادایش تکمیل شود که اونها هم ثبت میراث‌های جهانی یونسکو شود. خب یک ساحه‌ای که ثبت میراث‌های جهانی میشد خب خامخا بیانگر ازی است که در سطح دنیا شناخته میشود. من رئیس ورستۍ پښتنه ستاسو پیغام اورو هیوادوالو ته پیغام څه دی دوی د تاریخي ابدات ساتنې په موخه تاسو سره څه ډول همکاري کولی شي؟ خب آبادی تاریخی که چون هویت ما شماست باید در قسمت از او هر فرد مسئولیت داره که باید مسئولیت خود انجام بده و بعض برنامه‌های دیگر ما داریم که روی از کار روان است به خاطر آگاهی ما بعض قسمت‌ها بعض ساعات ما از طرف شخص تخریب میشه که پلان‌های آگاهی ما اگر تطبیق بشه و در ضمن از طرف وزارت معارف یک بخش فرهنگی اگر تدریس شود در مکاتب تا که یک طفل یا به حساب صنف اول صنف 2 یا صنف 5 که می باشد حداقل بخش فرهنگ یک چیز معلومات داشته باشه ان شاء الله که بهترین و اقدامی است که در این صورت در این بخش صورت میگیره که اگر متکرر شود به خاطر آگاهی عام خیلی خوب یک اقدام است و اگر عام دیگه به حساب اگر مردم همکار با آبادات تاریخی خود نباشند با فرهنگ خود نباشند و زود در مورد خطر واقع میشد و از بین میرد. ډېره زیات مننه کور مو ودان رئیس.